بچه‌ها خیلی خوش اومدین به این ویدیو. توی این ویدیو قراره یه نفر رو ادب کنیم. از خب بچه یه روز عادی بود، منم داخل لابی کالاف بودم و زدم روی کویک تیم و مولتی پلیر روم انتخاب کردم و از میان این همه روم دنبال یه روم دوئل بودم تا اینکه وارد این روم شدم. داشت استارت کن لف میدم و خلاصه که منم مجبور شدم ادبش کنم. پس برو بریم سراغ دوئل. فقط لایک و ساب رو دیگه یادت نره. Deathmatch. بچه اگه اتشنت این تریلاین رایفل خواستین حتما داخل کامنت ها بهم بگین. راستی بچه اینا هایلایتان، اگر مثلا دیدین من نمردم چون مثلا مردنامو دیگه کات کردم دیگه، هایلایت های خودم گذاشتم. امیدوارم لذت ببرید. آخر این ویدیو همراه من باشید تا مثلا واکنشش رو ببینین و کلی با هم بخندیم. لعنتی هرچی فایر میزنم ریجستر نمیشه روش. عجب آدمیه. حالا اینجا رو ببینیم. اینجا با پیداش نمیکنم. نمیرن اونو دیدمش و اینجا خطش رو میگیریم دیگه، همین کاری که خودش انجام میده و آره دیگه. بچه ببینین بعضی وقتا اگه هر کی بهتون گفت خطگیر هیچ وقت گوش ندین، چون بعضی وقتا باید داخل دوئل خط بگیرین چون مجبورین دیگه، ممکنه عقب باشین و آره. خلاصه این ویدیو رو ببینید بچه، ویدیو رو لایکاشو بتره کنید تا از ویدیو بعد تارگت بذارین. اگر هم از این ویدیو خوشت نیومد میتونی اشکالا و ایرادامو بهم بگی و من داخل ویدیو بعدی برطرفشون کنم. که آره دیگه. خلاص سرتون درد نمیارم، گیم پلی ها رو دریابید و بابا باری کلا. چه منطقه اکتیویژن رو ناکن اصلا قشنگ زدم بهش ریجستر نشد. پشمام. Yeah, boy. Friendly Shock RC is ready. Friendly Shock RC is coming. You didn't have to cut me off. Predator missile on standby. خب بچه مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. لایک و ساب فراموش نشه. عشقید و
تا ویدیوی بعدی که میسازم فعلا بای بای. خب داشت بار آخرت باشه بعد دهنی کنی. دوئل گاندهنت سرویسه. فکر نکن. بچه اگه پارت بعدی رو میخواین حمایت کنید.